موسیقیدان نامدار ایران و گیلان که نزدیک به نیم قرن در زمینه موسیقی فولکلور گیلان فعالیت نمود و چیزی حدود 500 ترانه فولکلور و شبه فولکلور را اجرا و تنظیم کرد. فریدون پوررضا ولی خون تفنگ بنابو خودشی خفشون شکات رنگ بکشی اون طول دو سی پیشی. فریدون پوررضا در 3 مهر 1311 در شهر لشتنشا متولد شد. او آواز ایرانی را نزد اساتیدی چون غلامحسین بنان و یونس دردشتی آموخت. استاد فریدون پوررضا در سال 1350 بعد از قبولی در آزمون خوانندگی رادیو گیلان همکاری خودش را با رادیو و تلویزیون آغاز نمود. در همان سالها به عنوان پژوهشگر آواهای بومی به همراه مشاهیر فرهنگی چون محمود عنایت، سیمین دانشفر و دیگر اساتید برجسته دانشگاه تهران به لندن سفر کرد و از آن تاریخ به بعد در بسیاری از شهرهای ایران به اجرای برنامه و کنسرت پرداخت. در سال 1379 تیتراژ و متن سریال پس از باران را اجرا کرد و 1 سال بعد مقام اول موسیقی در فیلم و سریال کشور را کسب کرد. او در سالهای فعالیت خود در زمینه موسیقی گیلان و ترانه‌های گیلکی کتاب ارزشمند موسیقی فولکلوریک گیلان را به عنوان طرحی پژوهشی ارائه داد و همچنین مشغول به چاپ مقالات تحقیقی در گیلان نامه و دیگر جراید بود. او با تحقیق در زمینه موسیقی بسیاری از ظرفیت‌های موسیقی گیلان را رشد داد. اون در قسمتی از کتاب خودش درباره موسیقی فولکلور اینگونه میگه: موسیقی فولکلوریک دریای بیکرانی است که با غرق شدن در آن میتوان به حقیقت زندگی رسید و اگر به تفنن در آن گذر کنی جز خستگی حاصلی ندارد. فریدون پوررضا از همان دوران جوانی شیفته موسیقی روستا و ترانه‌های نواحی روستایی بود. ترانه‌های روستایی را بیقرارانه می‌خوانم. حتی دکلمه اگر بکنم با لهجه یا زبان همون محلی که اون انجام میدن میخوانم. و باز هم در جای دیگه از کتابش تمام ارزش‌های کوششش رو مدیون بیجارخانان روستاییه. چون بجار دوست دارم بوی بجاره میرم تکیر بجار کره خنچ بره اسیرم. فریدون پوررضا در سالهای فعالیت خودش با شاعرانی چون شیون فومنی، محمد ولی مظفری، سید علی زیباکناری و خیلی دیگه از شاعران بزرگ گیلانی همکاری داشت. فریدون پوررضا سرانجام در 23 فروردین 1391 در سن 80 سالگی در شهر رشت از دنیا رفت. No,